آتش‌بس بیش از یک هفته دوام آورده بود که منطقه کردستان عراق دوباره سوگوار قربانیان جدیدی شد. ایران حملات پهپادی شبانه به منطقه خودمختار کردستان انجام داده بود. این کاری بود که او از زمان شروع جنگ در اواخر فوریه هر روز انجام میداد. 2 مرد و زن در حملات 17 آوریل به پایگاه‌های احزاب کردی و یک اردوگاه پناهندگان ایرانی کشته شدند. ندا میری 19 ساله، سمیرا العیاری 19 ساله و شاهین آذربرزین. حتی آتش‌بس هم حملات ایران به مناطق کردشین عراق را که تا به امروز ادامه دارد متوقف نکرد. توجه جهان و واقعیت نادیده گرفته شده جهان در ماه‌های اخیر با وحشت نظاره‌گر بوده است که حمله ایالات متحده و اسرائیل به ایران به کجا می رود. همه توجه‌ها به تنگه هرمز، مرکز اقتصاد جهانی که بر جیب هر انسانی روی زمین تأثیر می‌گذارد، معطوف شده است. با این حال، کمتر به این موضوع توجه شده است که چگونه این جنگ میلیون‌ها نفر را در داخل ایران و کشورهای همسایه تحت تأثیر قرار داده است. مردمی که دهه‌هاست بدون بازتاب بین‌المللی قابل توجه برای حقوق خود مبارزه می‌کنند. در میان اقلیت‌های ایرانی مخالف حکومت دینی شیعه، اقتدار مذهبی، کردها بهترین سازماندهی را دارند. کردها حدود 10% از جمعیت 90 میلیونی ایران را تشکیل می‌دهند. مناطق کردشین تقریباً به اندازه منطقه لاپلند فنلاند در شمال غربی ایران واقع شده‌اند. این منطقه در مقایسه با سایر نقاط ایران به عنوان یک منطقه توسعه نیافته در حاشیه دیده می شود و فعالان کرد این تبعیض را آپارتاید توصیف می کنند. کردها که در قلمرو 4 ایالت زندگی می کنند روی هم رفته بیش از 40 میلیون نفر جمعیت دارند. آنها بزرگترین ملت بدون دولت در جهان محسوب می شوند، اگرچه بیش از 100 سال است که برای آن تلاش می کنند. احزاب کرد در تبعید با ممنوعیت احزاب کرد که خواستار خودمختاری در ایران هستند و ظلم به کردها به یک امر روزمره تبدیل شده است، بسیاری از کردهای ایرانی از مرز به منطقه کردستان عراق گریختند. در تبعید احزاب کرد ایرانی با هر ایدئولوژی فعال هستند و دارای یک شاخه نظامی هستند. حزب دموکرات کردستان ایران PDKI، یک حزب ملیگرا که خواستار یک سیستم فدرال است که در آن دموکراسی سکولار جایگزین دیکتاتوری مذهبی شود. کومله، یک حزب چپگرا که بر حقوق سیاسی و فرهنگی و عدالت اجتماعی تأکید دارد. پژاک، یک حزب چپگرای رادیکالتر که بر دموکراسی محلی، فمینیسم و حفاظت از محیط زیست تأکید دارد. ایران را می‌داند. این احزاب را تروریست می‌داند و حمله به آنها را توجیه می‌کند، اما از دیدگاه کردها سپاه پاسداران خاک آنها را اشغال کرده و مانع از تحقق حقوق آنها شده است. نقشه آماتور ایالات متحده و اسرائیل به نظر می‌رسد کردها سلاح مخفی بودند که اسرائیل و ایالات متحده هنگام تصمیم به حمله به ایران به آن تکیه کردند. امید آنها این بود که اقلیت‌های مظلوم تحت حاکمیت روحانیون ایرانی این جنگ را فرصتی برای شورش ببینند. اما واکنش کردها نقشه‌های غیر حرفه‌ای و آماتور دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را نشان داد. رهبران کرد در منطقه کردستان بارها اعلام کرده‌اند که در این جنگ شرکت نخواهند کرد و اجازه نخواهند داد از خاک آنها برای حمله به ایران استفاده شود. واکنش‌ها به طرز شگفت آوری خودجوش بود با وجود بمباران روزانه مناطق کردشین توسط ایران. به نظر می‌رسد که نتانیاهو و ترامپ قبل از حمله برنامه‌های خود را به طور کامل آماده نکرده بودند. شاید فقط متکبرانه فکر می‌کردند که می‌توانند دوباره از کردها به عنوان دستکش‌های کار برای منافع خود استفاده کنند. اعدام‌ها و سرکوب داخلی
تاکنون هیچ حمله مشترکی علیه ایران بر اساس کردها صورت نگرفته است، اما در عوض شاهد تشدید جنگ ایران علیه ایران هستیم. اقلیت‌ها. این خشونت فقط پناهندگان خارجی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. در حالی که جشن واپو در فنلاند برگزار می‌شد، مخالفان در ایران اعدام شدند. از زمان شروع جنگ حداقل 28 حکم اعدام اجرا شده است. شنبه گذشته یکی از کسانی که طناب دار به گردنش بود، مردی 26 ساله به نام ناصر باکرزاده بود. ایران او را به عکس گرفتن از مناطق حساس متهم کرد، اما ناصر قبل از اعدامش گفت: جرم اول من این است که کرد هستم و جرم دوم من این است که سنی هستم. علاوه بر تنگه هرمز و اقتصاد، مسئله دیگری نیز وجود دارد که در مورد آن تصمیم گرفته خواهد شد. زندگی و آینده اقلیت‌های قومی ایران. نوشته یوکا هوسکا. ترجمه مجید حقی.